سلام چطوری اون حالتون مثل همیشه خودم خوشحال باشید خوش اومدید یه خود به چنل خودتون قبل از تمرین که حتما برای بچه‌ها سابسکرایب بکنید تا اونش فهم که هر موقع ویدیو جدید میشم تو دیگه من ویدیو جدید گذاشتم بچه‌ها خیلی من نکردم بچه‌ها خیلی وقت که از خبری دوچرخه نی شاید براتون سوال شده باشه آقا دوچرخه چی شد؟ سالم بود راهشون ترکید و معنای واقعی. یه روز کاملا عادی من داشتم میرفتم دنده رو عوض کردم به جای اینکه بیفته رو چرخ دنده زنجیر رفت لای چرخ دنده. بعد شارژمان دور زد اومد بالا چون تو حرکت بودم چرخ یا قفل کرد. رفتم بالا نگاه کردم شارژمان نیست. شارژمان کو؟ رفته بالا. پایین چجوری تو رفتی بالا پدستک؟ و آره دوچرخه اونجا به فنا رفت شارژمانم کاملا ترکید. هر کلش هم بریم بهتون نشونش میدم. امروز قراره بریمش تعمیرگاه و درستش بکنیم. گفتم شما هم با من همراه باشید پس حتما لایک ویدیو بزنید سابسکرایب هم یادتون نره بزن بریم. میدونم زیاد مشخص هست یا نه ولی اینه یه همچین وضعیتیه که این الان این متلاشیه که میبینید شارژمانه زنجیرم اینجا دور زده یه همچین حالتیه. من باید شارژمان تعویض کنیم زنجیرمون هم تعویض کنیم. برو بریم. بچه الان فرداه یعنی زینو میگه دیروز که رفتیم با هم یه چرخ درستش کردیم دو چرخه رو الان فرداشه میخوایم بریم یه دو پارک ببینیم چطوره. خب الان که باید خود راستوریست کنم من دو چرخه رو. یه دوستان خیلی عذر میخوام دوربینم که اوکی آقا حرکت میخوام بکنم. بریم دوربین رو یه بار دیگه چک بکنم. همه حواسم باید به این دوربینه باشه آقا. برو بریم. خواهد داشتم میگفتم آقا ما دیروز رفتیم بچه راستی بگید ببینم زاویه جدید دوربین چطوره؟ اگر که خودت تکون نخوره که نظر خودم خیلی خفن تره تا که من دستم میگرفتم و شما خب اینم میلرزه ها ولی خب از قبلیه بهتره آدم آروم آروم پیشرفت میکنه دیگه میدونی. آره خلاصه اوی حالا حدس میزنید من با چی این سیستم رو درست کردم؟ حتما تو کامنت ها نظرتون رو برام براتون توی این سیستم. بچه پله ها قبلا این پله ها رو دیدین یه پله ها اینجا هست اینا رو قبلا رفتم و الان میتونم برم به خاطر دوربین میترسم برم. بریم به نظرتون؟ من که میگم بریم آخه دوربین رو میترسم به چیز ببخشید بچه به فنا بدم مگر نه مسئله خاصی برام نیست فقط به خاطر دوربین میترسم دیگه. الان اومدم باید برم آروم وای میگن از هرچی به ترسی سرت میاد. دیدی دوربین شکست. اوه حاجی بچه اومدیم پایین دقیقا اینجا هنگ کرد دوربین و ضبط و قطع کرد. آره خوب شد خود حواسم باید توی رکاب زدن جمع بکنه که پام نخوره. چرا اینقدر پام میخوره؟ بچه هیچ گرمه اینجا خرپر بهتون بگم نمیزنه باورتون نمیشه. آخه من چه کارم؟ ولی واقعا همینه.
اما سعی یکی مرمونی چه اسکلیه تو این هوا اومد دو شخص سواری. آره دیگه مشکلات هم هست. بریم خونه. من خواستم تستش کنیم با هم. بزن بریم خونه.